اما هنوز دارم باید مشکل. یه گزارش داده بودن که توی این دیوونه خونه یه سری اتفاقای عجیب و غریبی داره میفته، ولی خب من به نظرم تا اینجای کاری چیز عجیب و غریبی نمیبینم این اطراف. به جز What the fuck؟ تا اینجای کار هیچ چیز عجیب و غریبی ندیدم به جز این ماشینای ارتش. بابا الان که اتفاقی نیفتاده، آهنگ ترسناکت واسه چیه؟ وای خیلی آهنگش ترسناکه. رینبو سیکسه. من حامله. من میخوام برگردم. خب مریضی، خب الان این دره بسته شد، چرا داری اونو میری توش؟ سرت کو؟ خب فهمیدم سرت کجاست. داداش یه میله 5 متری تو کونته. ببین من انگلیسیم خوب نیست ولی میدونم داره میگه اونا اینو کردن تو کونم. منظورش اینه. دسته؟ سنگین باش مرد، ما یه ترسناکترین جای دنیا. سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. نه بابا اینجا که چیز غیر طبیعی من تا بال ندیدم. این که طبیعی بود. خسخولی دادا میخوام بودم ببینم هر چقدر بودم نفسی هم میاره. یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه. چه لبایی داری حاجی؟ صبر اومد همینجا میمونم. حوصله‌ام سر رفت. ببین بیا و دوست خوبی باش و با من کاری نداشته باش. همون تو با من کار داشته باش. کسخل به چی داری اینقدر با دقت نگاه میکنی؟ امروز در مورد یه موضوعی که خیلی برام ازم سوال میپرسن هم صحبت بکنم، اونم رابطه مقعدیه. ما بهش میگیم آنان. نینو داداش نشسته رو صورتت HPV گرفتی؟ چی یاد داشت کرد؟ عزیزای دل ادامه بدید. چیه؟ روانی مردم؟ آه نه. اوه الان اینو برداری میری دیگه. اوا سلام دوست خوب عزیزت. من ببین من میدونستم بازی خیلی براتون اکشن کنم بعد بگم وای باید چیکار کنم در صورتی که بزرگ اونجا نوشته هاید این لاکر. باید چپ کلیک میزدم. آقا کجا؟ مگه تو میتونی ما رو بذاری بری؟ مگه تو میتونی سنگر رو خالی کنی؟ خاک تو سرت. با چند ضرب اومدی تو آشغال؟ امام علی مگه؟ اونم یه 5-6 تا به خیبر زد. این چیه 1 2 یا 3 تو بودی؟ ببینم کونه تو. این نبود. من کونه اینو میتونستم ببینم حداقل. وایسا یه لحظه. 1 2 3. ببین یه تب زد. وای یه لحظه فکر کردم خودم. وای سایه خودم رو دیدم ریدم تو خودم. ولم کن. وای حاجی جون قفل بود. در قفل بود. وای کن. خب در رو قفل چرا در رو باتش میکنی؟
وای دادا میرم تو کمد. گوشیم زنگ میخوره. الو سلام، چی داری؟ سلام. وسط رکوردم زنگ زدی. منو دید صدا پا میاد پشت سرم. چرا قم میبندی درو؟ بابا یه دقیقه نفس نکش صدا پا بگیرم. آه این توه. من احمق چشام بستم دارم صدا پا میگیرم. خوبه چشام باز کردم. بابا نه گل خوردم. ولم کن جون مادرت. ولم کن. پشت سرمه. تلفن چی میگه؟ مخابرات برای تلفنتون می‌خواستم. بله شما کی تشریف میارید؟ بابا چقدر تلفن من زنگ خورد. کجا بودیم؟ آهان رفتی دیگه. میخوام بیام بیرون. ببین بیا با هم دیگه صادقانه صحبت کنیم. من الان کلیک چپ موس دست راستمو میزنم و تو از دری که سمت راست منه میری تو کونم. فکر من ازت میترسم آشغال. اینجا در داشت؟ آره. نه درو شکونده در نداره. وای من ندید. کورعلی داداش کمتر بزن. روشنایی نور برو بریم. داداش ما هر بار تو رو میزنیم یکی داره وای حاجی اینو داداش داری چیکار میکنی؟ چرا خودت؟ شما میخواید؟ اوه حس میکنم حرفاتون راجبه کشتن نیست، راجبه کردنه. داداش اینجا تو از همه نرمالتر به نظر میای. دنبال دعوایی دا. باید چی باشم با تو دعوا کنم؟ من باید با اون دعوا کنم بیشتر. داداش داری چی کار میکنی؟ اون یه جنازه بیستره. داداش با من چه مرگمه داری جنازه مرده بدون کله میکنی؟ من مریضم. کی داشت الان اینو میکرد ها؟ کی؟ بگو دیگه. کی داشت میکرد؟ بگو دیگه. سلام گل. حالت چطوره؟ بگو سی. نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشه. گوه خوردم حرفی نزدم که شوخی کردم. ببین من بیشتر از این که از اون چیزی که دستته بترسم، از اون چیزی که تو شورتت نیست و داری آویزونه ازت میترسم. داداش بزن مال کدومتون بزرگتره؟ خب مال تو بزرگتره، پس مال تو رو میخور. به نظر میاد مسیر درست. وای داداش عجب کونی داری. خودمونی ما. رامو گم کردم خیلی زوم بود. ببین رسم روزگاری نبودا حاجی. آخ وای از این تو که نمیتونی بیای بالا قاعدتا. سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. کدوم وری باید برم؟ وای چون مادرت بودو. وای چقدر سریع. 300 کیلو وزنته. آره بیا دقیقا این ور. چرا با هم منو ببینی؟ وای حاجی وقتی داری میدویی و میدونی یه غول 300 کیلو پشت سرته واقعا صحنه ترسناکیه. خب چه مرگته؟ مریضی؟ تو همونی نیستی که داشتی جنازه میکردی؟ کی داشت میکرد؟ بگو دیگه. بابا روانی وای داداش دمت گرم بزنش. بی شرف این یارو که بی ارزه است، حداقل تو نجاتش بده. بیا بیرون داداش. ببخشید نمیتونم بیارمت بیرون، ولی میتونم بهت امید بدم. عجب دودول گنده ای دار.
اب نداره، به جاش خیلی خوشگله. بیا با هم دیگه حرف بزنیم. من اینجا رد میشم، نه هولم بده، نه گردنمو بگیر، نه انگشت تو کونم کن. بذار رد شم دیگه. این آدم کاریت ندارم. من آقا، من خانوم، عالی شد. هیچی نمیتونست بیشتر از تو خوشحالم کنه واقعا. مگه من اونو؟ بچه ها چون اینجا خیلی ظلماته، بازی رو همینجا به پایان میرسونیم. امیدوارم که لذت برده باشید از این قسمت. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک، شیر، سابسکرایب کنید. خداحافظ.